وزارت کارهای خارجی تاجیکستان با نشر یک برقیه تسلیت خبر داد که ارکین صدرالدینویچ قاسموف سابق معاون اول وزیر کارهای خارجی تاجیکستان و سفیر تاجیکستان در استریا، سازمان امنیت و همکاری در اروپا و سپس در بریتانیا روز 27 ایول از عالم چشم پوشید. وزارت گفت کارمندانش به پیوندان و نزدیکان مرحوم اظهار همدردی و تسلیت عمیق نموده به آنها صبر جمیل می‌خواهند. جای شادروان فردوسی برین باشد. گفته می شود همچنین در این برقیه تسلیت ارکین قاسموف امگی 2 ماه پیش 70 سالگی خود را جشن گرفته بود. درباره سبب مرگ ارکین قاسموف رسما چیزی گفته نشده است، ولی یکی از پیوندانش به خبرنگاران رادیوی آزادی گفته است که ارکین قاسموف چند مدت از بیماری کووید 19 رنج می‌برد اما شفا یافت. آخر هفته گذشته قلبش به در آمد و صبح سه‌شنبه در بیمارستان فوتید. ارکین قاسموف سال 1950 به دنیا آمده. سال 1969 مکتب میانه رقم 53 و سال 1974 شعبه عربی رشته شرقشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. ارکین قاسموف از زمان ختم دانشگاه تمام عمر در ساحه دیپلماتیک کار کرده، از جمله در دوران شوروی یک مدت در سفارت SSR در عراق کار کرده است. او تا سال 2007 سفیر تاجیکستان در استریا، شویتزاریا، ونگریا و سازمان امنیت و همکاری در اروپا بود. سال 2008 به تاجیکستان برگشت. یک سال در مقام معاون وزیر خارجه کار کرده و سپس سفیر تاجیکستان در بریتانیا و ایرلندی شمالی تعیین شد. در آنجا 8 سال تا زمان به نفقه برآمدنش در ماه ینوار سال 2016 کار کرد.